مادر افغان هستم. به جای که من بر اولادم تصمیم بگیرم، دگاه بر اولادم تصمیم میگیره. من اولاد از ماست یا از شماست. یک مادر افغان هستم. زمانی که طفلم به دنیا میاد، اگه مقبول بود سن خانواده شیم رفته، اگه بدرنگ بود سن خاندان ما رفته. یک مادر افغان هستم. از خانه پدرم فرار کردم، بخاطر که ظرفشویی را سر من ظرفا رو میشوشتم، خانه شوی که آمدم ظرف کل خاندان شوی شوشتم. مادر افغان هستم. کت لباس سفید خانه شوی اومدیم، کت کفن باید از خانهش برایم، حتی اگه مرد خوبی نبود، حتی اگه صبح تا شب من زد، باید تحملش کنم. پدر اولادای ماست. مادر افغان هستم. امی اولادای من اشتباه میکنه، شوق خانقایم بهم گلش گناه توست، فقط بگی ما یار از خانه بابای ما اردیم. یک مادر افغان هستم. شب تا صبح به خاطر اشتکا نارم خویره میکشم، آخرم کلان شد میگه تو به من چی کردی؟ راست میگم، ور چی کردم؟ هیچ چیز نکردم. من فقط تا صبح شیشتم تلویزیون سعی کردم، سریالای ترکی سعی کردم، فقط بگی خودش خو میرفتی، خودش شیر میخوردی، خودش کل کارم میکرد. هیچ چیزام نیستم. امی ما مادرای افغان آرام بان، قار خدا دمو فرقتان به. مادر افغان هستم. تابوت در خانه بابیم برام تصمیم میگرفت، اومدم خانه شوی تصمیم شوی مرد. حالا اولاداش به من تصمیم میگیره، اولاداش نمیمونه خانه خار بیادرم برام، قد خار بیادرم میگه قد رابطه کنم. قار خدا در فرق می رقم اولادا به.